با کلی مردمی شریک کنید. الله خصوص با مردمی بادخشان. باور میکنم امروز سایت شما را دیدم، دارم یوتیوب شبکه یوتیوب یک چهار انسان برام آدم جمع رو جنرال کرده. من حیران میشم. عیبشی کی؟ عیبشی چهار جنایتکار. او جنایتکار جنایت چه کرد؟ خب درش کنون جواب شب بگه. عیبشی چهار جنایتکار گجوخت ما میخزن مداخله میکنه در یک جنایت. تو که جنایت کردی سام برابر همون جنایتکاری. من حیران میشم. من بنا میخوام کیف میکنم. همین بادخشان برای ما قلبه. بادخشان برای ما یک جسم، یک جنای، یک میگیم یک همدل ایده. من حیران عیبشی چهار کس میگه اون چیزی که ایام حجت بابا نیست برادرو. من شخصا خودم پامیر دادم یک 10 روز پیش اومدم با درجه بالا که مردم تینج آرام اوساز نکشه چهار جنایتکار میکنه. پیشکی پیشم جنایتکار گام. من فکر میکنم آدمایی که مراجعه ما کردن همون مردمی بدخشان نیست و تشکیلات تروریستی و اکستریمیستیان اونها را تیار کردن. حزب نهضت اسلام اینا میبرن گپ میزنن. برادر با احساسات دادن است. قسم به خدا میگم یگم گپ نیست، یگم جدا. من تو همه تینجای ها باشه کیا تینجی نمیفوره میخره در همین تینجی دولت تینجی دولت و ارومی دولت همه خزن نو تینج میکنین ها باشه مردک شدن در کوره. من فکر میکنم که کدام که پیشمو گپ میزنه کدا پیش جنایت کنه خشم داخل همو جنایت خشم همو شامل در هم جنایت. برادر قبیشن یک دیشن یک دیلشن صاف دیلونه در مردم برای مردم اینه برای پدر مادر خودمون خدمت میکنیم. هر کس خدمت میکنه، هر کس تینی دولت میکنه برای کی میکنه؟ برای پدر مادر خودش. بخدا دیگه نمیدونم چی بون بعد درجه علامه کسی که بعد یگم خوبی گندگی ما راستگی نیست. نه که حیران میشم میخواد چهار کلمه گپی که امو تشکیلات تروریستی اکستریمیست الان میکنه بشی زور گیریه که فایده نداره جورا. خدا قسم ولی شما روزی میشه که این مردم در چهره در روپروتون میبینین. این برادری که میگه من فرزند یک بار در آغوش گرفتم. به خدا قسم اگر در روپروی همین بچه بافتیکو اون همو اگر در این شهاد کار میکنن همو مترشو همو چی میگفتن مستیراک و همو چیزهای اولاد همو زبشسته و همو خب اسبابایی که در این شهاد کار میکنه میگیره در همو سر میده میکنه اتیار کقتی. بچه علام گریاک برادر علام میکنه گریاک بشید زور گریاک با ناموسی مردم. این یا در مقابل چهار جنایتکار. ای برادر ای مردم ها جنایتکار جزا میگیرم. من باز هم میگم گل بدین کشتین. من عکساش دارم بیچاره سرش در خون از من دعوا از این دارم که او را چرا کشتین. نوارا براتون نشان دادم او را زنده قپیده بودین. دیدین چقدر زنده بز کشیده بودین در زمین خوناش ریخته. او را بعد از او کشتین پاره کردین در سراش زدین پاهاش ریزوندین. او بچه‌ای که را و برای چی؟ برای تو اجازت بده فکر و عقیدت گفتم برای او اجازت نبوده. عجیب اند این قدر به فرهنگ این فرهنگ کی در ما جو کرد. این همین صفحه فیسبوکی را ببینید. برای این همه چرتکا خب من همین نام دادم همشته هم چرتکا را برای همین ممکن بود است. نیاک اینا نیاک برای این همین ممکن است فکراشو را گفتن. من یک نفر دیگه در بسیار علام کده بود که جشت این موسفید و این کمپیرو و این خولا و این تراولی من نجل درسته گه آخری برنامه دا تو انشالله نصیب باشه تا زمانی که 100 سال دیگه این ملت باقی است چهرهای شما رو میشناسه. فراموش نکنی 100 سال دیگه اگر این ملت هست نسل تو 100 سال نسل بعد تو چهره تو را فراموش نمیکنه که شما از خدا دیده از پروردگارتان دیده از کی میترسیدین. من شما رو نشان میدم ولی تو بگذار. ولی گفتنگی یک ورزشکار گپ زده بود به نام چی نام داشت؟ اینجا نبود با نام خورکاشف. این ملا اینا ای خدای این ملا اینا شنو خای انشالله خالان چی میگفتم باشه نیست اینجا نگفتم باشه. یک ورزشگر با وقت در چهره یک ورزشگر میبرند شخالو گپ میزنن. خب
میگم زنگ ما رو پیوست کنیم بعد ان مسئله قزاقستان رو میگیم. سلام علیکم. توسط واتساپ ما رو میشنوی؟ سلام علیکم. علیکم سلام. صدای نزدن اکا. تشکر بفرمایید. اکا شما کیه؟ شما در کلازیم؟ ساز الحمدلله اکا پرسیدنی بدون که میتونم کتی اون آدمی که در تلویزیون گپ زده کتی همون گپ زنم. میتونیم بفرمایید. بگو. خب بفرما برادر من شما رو میشنوم. خب زنگ دیگر. الو. سلام علیکم سلمان. علیکم سلام. ای سلمان قند افزن همه برای نام برادر ابراهیم برای جنوب نایسا گرفتن میشه سرصفه. خب اما برای که رستم انتخاب کنن انا پرزیدنت شوه ما رستم یک گناهش میگم که یکم باری که اومد در سر قدرت مرا باید ناسته در نویه فیردوسی محله 61 میکرورایون مچتی امینجان گفتنی هست مچت ایرا برادرایی که مرا میشنوند یا میدونند او چی گفته میدونم برادر در اونجا نمازم خواندم میدونم. بله انا مچتی امینجان باید سوز کردن میشید چندین پیشنهاد داشت یک آدم سوی داد که خیلی رستم شده یا برا ملا گفت یکی اون ملا خدا رو همش کنم مرد مولوی بود او یکی هم رستم خیلی آتش فرق میکنه که میگه که خیلی بگیریم مچتون رو بسوزه. بله رفته ملا بعد چند کپاس اتریت شماده او ارکتیکتروش فایرات کرده گفته که اینجا مچید نباید بشه گفته اینجا باید یا طرفش خطی رحمه شوه تا روز میروه لایت شامنکه میبروی ایره پیش بزرگی گنجینه و پیش زنی که کوری عوض کردگه دنیای نوی دنیای کنه کردگه بیخیم خطی رحمش ده ای پرش دیتسکی پلاشت که میشه اینجا صدیق ای پرش اگر بدونین نماز خوندگی باشی. بله بله میدونم. این همی گناهی که همه آدم کردگه هم رو هم مردم هم محله همش میدونن کاره ما دامجا نماز خوندگیم ما نیداون اومدگیم ما رسیه 4-5 ماشید میگه که اینا پیشروی خیلی مالش نه و 4 طرفی گردش ایرپورت در سوخته خیلی نه دپوستیم 20 تایگه در سوخت 50 تایگه 100 تایگه خیلی دپوستیم سوخته نیکی همو دومو ما چی دخل داره یکم دخل نداره ما که اگر که ما در دوم در کار که باشه چی بگنی ما در خونه را نمیته مثال خونه بتا بگی نه برادر تا خونه را بگی 20 سال پس نرنگ رسیه ولی 20 سال پس سوم شابته تا و تو نتونستی مردی خیلی خویستیم تو مردی موندگی بچه و کچت میته سومی خونه را یکی تری نمیکنن و او یک خونه یک دومده یک آدم هم میدونن دارم 4 تا ایرپورت 4 تا دومده هر یک کمش ده تای خونه خریدگی هر یک کمش ده تای خونه خریدگی داخل میتاج ده همه اینا را ریمون که با تمام صنعتش همش این استرانسو داره نمیتا پولی خیلی کلان قدی این هم پیشروی را همین ایرپورت دیده هم 4 ایرپورت چیده کنه مود ایرپورت بوسه رفته بود نویه بوسه در رفته بود پیش کرانتین بدون کرانتین پرانتین گپ نبود ویروس در قربان شهید رفت گپ زد اینا اگر دیده باشن همون گپوشا قربان شهید تو سویت که را باید رحم ساختن. الو گوش کردم تو سویت که را باید رحم ساختن دو گوار بود همونجا او یک مستیروک دورگوی خیلی میره باید چکریچه ده چیزی میره سیمینته یا خمه چیزی میره بله 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 اما مستیروک خطیره گفت که 1 سال پس راه باید تیار شوه اینا به کی سلمان نه 10 سال میشیده سه همون راه را کن نو نمیره که همون خرمون شاید سر میشم نو یک کم ترکش مردم میدونه خودش کم ترکش درختش تو بود لوای را نه تو را کندن ما اینا میگن که رئیسی با ما چی بانکی چی داره تو مولیه ده همون جوی میباییم
رئیس بانک ملی وزیر مالیه بله وزیر مالیه هم جای مای همون یک باغ بود خدا رحمتش کنه بابای میرالی را همونجا یک نواسش یک هیکل شمانده یک 4 تا ارچه بود هم ارچه هم نگاه میکرد اومد هم ارچه هم را گرفت نیم شب برید همونجا بخچه باغچه کرد بخچه کرد اوستا رفته یا جایگاه پای دام کلتور بود چی بود دوشم کرد اوش هم گرفته اوش هم گرفت بخچه باغ کرد دچه کرد عرق دا آغ میمد باور میکنی سلمان اوی عرق تو وقتی اگر وزیر دا او در کار شوه وقتی او در کار شد وزیر درخت داشته اوی عرق هوی میته در کار نشده محکمش میکنه که تا او نروه پایان زمین مرا شبر میگن چی خیلیش میکنن هم خیلی میشوه بله ای مرده که سرش سفید رشش نه برادر عزیز این گپی یگان گپی اشتباهی نکرد یک سوال داد من خواهش میکنم خب شهروند است یعنی بدون تحقیر بدون دشنام جایی که خط گپ ما گفتم گفت بله قبول است خب همون قشر میدونی سوال داد برادر انا سلمان انا با گپی دیگه همیه که انا مقصد برای اسلام میگن مقصد نه حاجی میرزا میخیزه نه یا مولوی بختره صدقه امرشی سفید کنه او را میخیزه میگه که نه پیشروی مقصد من اینه در تاجیکستان نه من ایداون اومدم ولی نه میگه این تعریف ده منم 4-5 ماه اومدم در تاجیکستان من شفیار کار میکردم در همین رحم قبیدت گاهی که جرس هم برورش داشته باشی مرا خدمت قبیدگان هیچ پریچینه نه پروتکل کردگان مرا میگه که پروتکلت میکنیم برای چی برای رش داری اوخی پد در کجا اومده اگر پروتکل در رش بنویسی پروای مرا برای رش میگیری نه اما دیگه چیزت مینویسیم رشت هم میگیری بعد می پروات هم میگیری اوخی من نمیدونم اوخی یو چی را تعریف میکنم اون 4 تا شیطان دیگهش میبره اسم میکنم ایش میکشه اوسم میکشه ما یه روز همی تلفن خدی ایمو خدی خونگی و گرد دیتم بچم خیلی گفتم بچم پیش اومد نه بچم 2.5 سالش ده 4-5 ماه شده مرا نبودن من بچم میگه که کی میگه مرش موزیجا بلند شده گرش دروغ موندگیم میگه کی میگه ای بابا میگه پرستاوی کن اول من 4-5 میشدم این آدمایی که 3-4 سال شده جای دکاش نه ده میرم ممکن همسایه را اوجا عطا بگه او نه که عطا گفتن نتونن نمیشناسو خیر چون میدونه کیه بله ما رو هم میفره سلمان که در همونجا باشیم در هم تاجیکستان باشیم ما رو هم میفره ما رو هم سیو تاکی وطنی ما هم هست اوجا یاد در رحمان و توقع نیست اوجا همه آب شه و همه بله سلامت باش برادر صحبت با دیگه را بتیم ان شاء الله سلمان یک سکوندی دیگه یک گپ دیگه میگم بفرما الو بله بفرما همین با همین برادرها التماس میکنم که همین گپای هوایی نگن اقرات نکنن همین کامنتر آدم هر چیز مینویسن انا گفته یادش نیسته که کامنتر ده که پیشو اگر مردک 3 روز جنازه‌ش من میکنیم بعد گروش میکنیم نه او را پروست تک مردن نه موندن در کار نیست خب این صحبت را بعدا برادر ما قضیه مهم داریم او مرده و زنده او را برای دیگر کس می‌سازیم سلامت باشید خدا نگهبان برادر ولی صحبت خیلی مهمتر دیگر از در این شما باید حرف زنید وقتی ما دور رفته است شما جنازه او را خونده جنازه او را با عمود مولای بخارای مسپونه مولای بختری